سلام دوستان، توی این ویدیو میخوام یه مقدار در مورد لنز پورتریت صحبت کنم. لنز پورتریت در اصل لنزی که 50 میلیمتر هست رو بهش میگن لنز پورتریت. خب این لنز اولا که یه چیزی باید در مورد این لنز بدونید، این لنز ثابته و لنز متغیر نیست و توی این 50 میلیمتر به اصطلاح که فوکال لنسش هست در اصل این ثابت شده است و نمیتونین زوم کنین، یعنی نمیتونین زوم این و زوم اوت ندارین، نمیتونین زوم کنین روی یه سابجکتی یا اون به اصطلاح ازش زوم اوت کنین. اگه بخواین زوم این رو زوم اوت کنین فقط بعد فاصلتون رو کم و زیاد کنین، بعد به سابجکتتون نزدیکتر شید یا از اون دورتر شید تا بتونین زوم این و زوم اوت کنین. ولی خب چیزی که هست، لنزهای فیکس شبیه اینی که دست منه نسبت به لنزهای متغیر کیفیتشون بالاتره، به خاطر اینکه خب لایه های کمتری از لنز داخلشونه. اون متغیرها لایه های بیشتری از لنز داخلشونه و خب اون کیفیتشون نسبت به اینها کمتره، اونقدر شارپ نیستن. حالا توی بحث لنزهای ثابت ما به هر حال لنزهای مختلف رو داریم. 50 میلیمتر همونطور که گفتم چیزیه که به لنز پورتره معروفه و اگر شما میخواین عکاسی پورتره حرفه‌ای داشته باشین که عکسای شارپ و فوق‌العاده در بیاد، بعد یه لنز 50 میلیمتر بگیریم. حالا اینی که دست من کننه، ولی خب این برای دوربینای دیگه هم به اصطلاح همینه و شما موقعی که میخواین عکاسی پورتره انجام بدین بعد دنبال لنز ثابت 50 میلیمتر باشین. اگر که دوربین کنن دارید، مثلا این لنزی که دست من هست که برای دوربین کنن هست، مکسیموم اپرچرهای مختلف ممکنه ببینید. این 1.2 که الان توضیح میدم. ببینید اپرچر یا دریچه در اصل دریچه‌ایه که داخل لنزه و هر چقدر بازتر و وایدتر باشه نور بیشتری میتونه بیاد داخل، اینفورمیشن بیشتری میتونه کپچر شه، اطلاعات بیشتری میتونه دریافت شه. همین که اولا که نور بیشتری داره میاد، اگر که شما عکاسی میکنید توی نور کم این به شما اجازه میده که یه عکس روشن داشته باشید، دوم اجازه میده که عکس شارپتر و بهتری داشته باشید. بعد این حالا مثلا اینجا الان زده 1.2 1.2، این مکسیموم اپرچرش 1.2 که تقریبا بالاترین اپرچره دیگه. اپرچر هم یا دریچه هر چقدر عدد کمتر شه یعنی دریچه داره بزرگتر میشه. الان سه تا لنزی که شما توی بازار میتونین ببینین برای کنن، برای 50 میلیمتر، برای 50 میلیمتر، یکیش 1.2 که دست منه، یکیش 1.14، یکیش 1.8. اون 1.8 از همه کوچیکتر دریچهش، 1.14 بزرگتره و 1.2 که بزرگترین دریچه رو داره، مکسیموم اپرچرش 1.2 باز میشه و بالاترین کیفیت رو داره و بالاترین نور هم میاد داخل. این لنزی که دست من، هر چقدر که این اپرچر بیشتر باز شه لنز قاعدتا گرونتر میشه، یعنی اون به اصطلاح اون 1.8 رو شما با $100 میتونین بخرین، با $100 $150 میتونین بخرین. اون حالا مثلا دست دومش حتی مثلا $70-80 میتونین بخرین اون 1.8 رو. اون 1.14 نوش شاید $400 باشه، ولی مثلا دست دوش رو شما میتونین بخرین چیزی حدود $150 $200. بعد اینی که دست منه خب لنز خیلی گرونیه، این قیمتش چیزی حدود کمتر از $2000، ولی خب لنز گرونی به حساب میاد. کلا این لنزهای L سریز بهش میگن، لنزهای کنن، این خط قرمز و این رینگ قرمز رو دورشون دارن، حلقه قرمز رو دورشون دارن، بهشون میگن L سریز و گرونترین هستن. گرون هستن به چند دلیل، نه اینکه اساساً کیفیت عکساشون شارپ،
کیفیت عکساشون شارپ‌تره به خاطر اینکه دریچه بهتری دارن، دریچه بازتری دارن نسبت به 1.14. ولی شما شاید نتونید تشخیص بدین مثلا کدوم عکس با 1.8 کدوم عکس با 1.14 1.2 گرفته شده. دلیل حالا گرونی این لنز اولا که متریالشه، یعنی متریالی که از این لنزی که دست منه خیلی سنگینه. الان لنز 1.8 و 1.4 ندارم که اینجا نشونتون بدم، ولی اونها مثلا پلاستیکیه و سبکه، ولی این فلزه و واقعا سنگینه، لنز سنگینی به لحاظ وزنی. بعد خب متریالش هست که متریال بهتری استفاده شده، چه جنس لنز ها چه جنس بدنه. بعد یه چیزم که هست بهش میگن به اصطلاح حالت شرایط اقلیمی مقاوم داره، یعنی توی weather resistant بهش میگن، یعنی آب و هوا توی مثلا آب و هوایی حالا یه ذره بعدم دووم میاره، حالا نه اینکه توی بارون و توی فلان و اینها، ولی بهش میگن به هر حال weather resistant و توی اون شرایط آب و هوایی بعد یه مقدار مثلا شاید بهتر بتونه عمل کنه و مقاوم تر باشه و خراب نشه راحت. یه چیزی حالا بگم در مورد این لنز. خب این لنز همونطور که گفتم 50 میلیمتره و فوکال لنزش تغییر نمیکنه، فوکال لنزش ثابته، شما میتونید دور و نزدیک شید. ولی این عدده چیه که شما اینجا دارین میبینی؟ این عددی که من این حلقه، اصلا این حلقه چیه؟ من این حلقه رو میچرخونم، این در از همون بحث منیوال فوکسشه. ولی شما میتونید روی AF بذارین یا روی MF بذارین. AF auto focus، MF manual focus. اگر روی اوتو فوکس بذارین که خب خودش اوتو فوکس میکنه، به خاطر اینکه این همونطور که گفتم ماکسیمم اپرچرش 1.2، موقعی که شما اپرچر دوربینتون رو میارین پایین، دریچه رو میارین پایین، خیلی میارین پایین، صرفا روی سابجکتی که زوم کردین اونو شارپ نشون میده، بقیه رو بک‌گراند و اینا رو تار نشون میده. بنابراین بحث اوتو فوکس خیلی مهمه که سابجکتتون شفاف بیفته و بقیه تار، نه اینکه بقیه شفاف بیفتن سابجکتتون تار. اگر روی اوتو فوکس بذارین که اوتو فوکس خودش این کار رو براتون انجام میده و اون شفافیت مثلا اون سابجکت شما رو در از شفاف میکنه، در از خودش این عددی که بعد بگیره رو میگیره، یه دونش به فیت یه دونش به متره. مثلا اگه سابجکتتون 1 متر فاصله داره خودش میاره روی 1، اگه 1 متر و نیم فاصله داره خودش میاره روی 1 متر و نیم، اگه مثلا 3 متر فاصله داره میاره روی 3، 5 متر روی 5. اگه شما منیوال فوکس بذارین بعد خودتون دیگه بعد اینو تنظیم کنین. منیوال فوکس واسه فیلم برداری به کار میره، نه واسه عکاسی. شما خیلی راحته که بذارید رو اوتو فوکس، خودش اوتو فوکس به شما بگه سابجکتتون چقدر از شما فاصله داره، روش فوکس کنه و کارشو انجام بده. ولی مثلا منیوال فوکس برای فیلم برداری، چون به هر حال شما نمیخواید دائم زومتون تغییر کنه و اینها، برای فیلم برداری استفاده میشه. هرچند توی فیلم برداری سینمایی و حرفه‌ای یه نفر بهش میگن زوم پولر، یعنی زوم کش، بعد این زوم رو اینجوری تغییر میده توی اون بحث حرفه‌ایش. این بود در مورد لنز 50 میلیمتر. حتما برای همه لنزاتون این حالا یووی پروتکتور بذارید، میدونه پروتکتور حتما بذارید که در از این بهش میگن یووی پروتکتور که در از اشعه یووی رو کاهش بده. ولی خب حالت پروتکتور و حالت محافظ لنز هم هست دیگه، که اگه شکست محافظ بشکنه، نه لنز که بسیار گران قیمت. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. نظرتون رو بهم بگید. مرسی.